بسم الله الرحمن الرحیم. موج 12 عملیات وعده صادق 3 با شلیک موشک‌های فوق سنگین، دوربرد و 2 مرحله‌ای سجین آغاز شد. ساکنین سرزمین‌های اشغالی قدس، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه ملت قهرمان ایران سامانه پدافندی ارتش صهیونی را در طول چندین عملیات پیشین در هم شکستند و اکنون آسمان اراضی اشغالی آغوش خود را برای موشک‌ها و پهپادهای ایران باز کرده است. حملات موشکی تأثیر محور و ممتد خواهد بود، چنان که روز گذشته مقرهای موساد و آمان در سرزمین‌های اشغالی هدف قرار گرفت. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داده بود که درب‌های جهنم به روی شما باز خواهد شد. موشک‌های رعدآسای هوافضای سپاه نخواهد گذاشت لحظه ای را بیرون از پناهگاه‌های زیرزمینی سر کنید. چند روزی است که رنگ آفتاب را به خود ندیده اید. اطمینان داشته باشید لحظه ای صدای آژیرهای قرمز قطع نخواهد شد. یا باید مرگ تدریجی را در زندگی جهنمی در پناهگاه ها انتخاب کنید، یا جان خود را از موشک باران 24 ساعته نجات دهید و هرچه زودتر از سرزمین های غصب شده توسط اجدادتان فرار کنید تا شاید زنده بمانید. انا من المجرمین منتقمون. Iran, please, stop. We don't want this war. We didn't know it would come to this.